با ساختن مورد استفاده قرار دادن مؤسسه‌های نو و زمانوی در پایتخت کشور شهر دوشنبه، امروزها شرایط تعلیم و تربیت در مؤسسه‌های مکتبی و تا مکتبی حدود پایتخت باز هم بهتر گردیده ایستاده است. با تعلیم فرا گرفتن کودکان و نوآوران در مؤسسه‌های تا مکتبی گواه از آن است که کودکان در روحیه آماده باشی با مکتب تربیت می‌یابند. طبق بند یک قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 31 مارس سال 2016 درباره پرداخت مبلغ برای نگاهوبین کودکان در مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی شهر دوشنبه، دو نشان دهنده برای حساب‌ها و طبق طلبات ماده 23 قانون جمهوری تاجیکستان درباره بودجت دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2022 از 20 نوامبر سال 2021 اندازه نشان دهنده برای حساب‌ها، جهت حساب‌کنی انداز، باج و دیگر پرداخت‌های حتمی از 1 ینور سال 2022 در حجم 64 سامانه مقرر گردیده است. وابسته به بند قرار مذکور، بابازاده اسام‌الدین، سردار ریاست مؤسسه‌های تحصیلات تا مکتبی و میانه عمومی سرریاست معارف شهر دوشنبه چنین اطلاع داد. ذکر کردن به مورد است که با مقصد اجرای بند 23 قانون جمهوری تاجیکستان درباره بودجت دولتی جمهوری تاجیکستان برای سال 2022 از 1 ینور سال 2022 یک نشان دهنده به مبلغ 64 سامانی معین گردیده است. از این پس شروع از آغاز سال 2022 یعنی از ماه ینور سال 2022 مبلغ برای نگاهبینی کودکان در مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی بودجتی شهر دوشنبه 128 سامان معین کرده است. از جانب سرریاست معارف شهر دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی و در تمام مؤسسه‌های تعلیمی ضمن برگزاری صحبت و واخوری‌ها یعنی با شهروندان فهمانیده می شود که در حالتی که از جانب مؤسسه‌های تعلیمی تا مکتبی از 128 سامان زیاد طلب نمودن مبلغ برای نگاهبینی کودکان در یک ماه می توانند طریق تلفنی باوری سرریاست معارف شهر دوشنبه، صفحه رسمی سرریاست معارف در شبکه‌های اجتماعی یعنی مراجعه نمایند. گفتم به مورد است که جهت نگاهبین کودکان در مؤسسه‌های دولتی تعلیمی تا مکتبی شهر دوشنبه دو نشان دهنده برای حساب‌ها در یک ماه یعنی 128 سامانی معین گردیده است. در صورت از جانب مسئولین و مربیه‌های مؤسسه‌های تا مکتبی حدود پایتخت علاوگی طلب نمودن مبلغ، پدر و مادران می توانند به ساختارهای مربوطه مراجعت نمایند.